هسته ترغیب ادبیات و فرهنگ ملی اتفاق نویسندگان تاجیکستان استاد عبدالله راهنمادیان. مرحبا. دوستان بسیار گرامی، مردم سربلند ناحیه عینی، رئیس محترم رئیس اتفاق نویسندگان، با اجازه شما چند سخن میگویم. من مستقیما از شهر تاشکند به همین بزم آمدم به احترام سرود ملی، به احترام روح استاد گلنظر، به احترام مردم بزرگواری این دیار و به احترام رهبریت فرهنگ سالار این ناحیه از این سفر آمدیم تا که در اینجا چند سخن گویم. و من وقتی که به این تالار، به این محیط آسوده، به این چراغ‌های روشن و قصر زیبا نگاه میکنم، ببینید همه ما بخارا رفتیم، حتی قصر امیر همین گونه نبود. یعنی این محیط آسوده و زیبا نتیجه یعنی سیاستی وحدت ساز و صلح پرور و مردمی رهبریت دولت است. و من از همین خبر خوش آغاز میکنم که دیروز سازمان بین المللی گالپ ردبندی یا جدولی امن‌ترین کشورهای جهان در سال 2025 را چاپ کرد و خوشبختانه، نه تنها خوشبختانه، باعث حیرت تمام جهانیان است که تاجیکستان در ردبندی امن‌ترین کشورهای جهان کشور دوم حساب شد. یعنی یکم سنگاپور، دوم تاجیکستان. تمام این کشورهای مشهوری که لاف امنیت میزنن او جای دهم و 15ام و 20م نشستن. بنابراین این است نتیجه انمی سازندگی و وحدت و صلح و سیاستی خیرتمندانه که ما داریم. معیار اساسی همه سیاست ها، معیار اساسی درست بودنشون همین است که زندگی یک انسان مشخص آسوده و آسایشته می شود یا نه. و نمی رو ما امروز به دست آورده، می رو برای همه تبریک میگویم. و طوری استاد عبدالحمید صمد گفتن در این سرزمین سخن گفتن مشکل است، زیرا فلغر هم نامی بلند هم بامی بلند. بنابراین در اینجا باید احتیاط. من فقط همین رو گفتنی هستم که درباره صفت‌های سرزمین، ثروت‌های سرزمین، ثروت‌های طبیعی، ثروت‌های انسانی بسیار گفته شد و میگویم. من از همون نظر کسبی خود اول میخوام دو فضیلت یا دو رازی همین ناحیه رو گویم که شما از همون میفهمید که ما در کجا قرار داریم. ما سالهای زیاد در همین کارهای تحلیل مشغول بودیم، تحلیل‌های گوناگون میکردیم درباره منطقه‌های کشور و در همین سیاست داخلی بعضی ردبندی‌های ناحیه‌ها هست از نظر نشاندهنده‌های گوناگون. من دو مثال میارم، شما ببینید ناحیه عینی چه جایگاه دارد. یکی نشاندهنده بلندترینش، یکی نشاندهنده پسترینش. اگر به تناسب اهالی گیریم که ناحیه عینی حدوداً 90,000 نفر اهالی دارد، همین ناحیه در جمهوری از نظر داشتن شخصان دارای معلومات عالی، از نظر داشتن اهل فرهنگ، ادب، علم، معارف، خدمتچیان دولتی، خدمتچیان نهادهای حفظ حقوق در جمهوری یکی از جایهای اولین رو اشغال می‌کند. یعنی این یک قانونی کادرهای ملی است و این یک توصیف نیست. من این را از ورقه تحلیلی آماری میگویم که پتانسیل ذهنی این ناحیه در مقایسه با تعداد اهالیش 10 برابر زیاده است. بنابراین این یک. دوم آنچه که ناحیه عینی پایین‌ترین جا را، آخرین جا را اشغال میکند از نظر آسیب پذیری. آسیب پذیری در این سیاست شناسی ما در این
نماینده‌های حفظ حقوق خوبتر میدونن. ما آسیب پذیری در حالت استفاده میکنیم که همین ناحیه از نظری گرایش مردم به حزب و حرکت‌های غیر قانونی، گرایش به افکار افراطی، به گروه‌های تروریستی، اکستریمیستی، به قوه‌های ضد ملی، ضد دولتی، اگر در همون ناحیه زیاد باشه نشان دهنده آمار میگیم ناحیه آسیب پذیر. ولی همین ناحیه عینی با کمال افتخار میگیم که در همین جدول آخرین جا رو میگیرند. یعنی که از همین ناحیه یگان نفر در گروه‌های افراطی نیست. از همین ناحیه یگان نفر در گروه‌های ضد دولتی و ضد حکومتی و ضد ملی نیست. این یک نشان دهنده بسیار حتی معجزه‌ای است. فقط 3-4 نفر زادگان عینی هستند که اونها ساکنان دیگر منطقه‌اند، در جای دیگر همه افکار گرفته باشند. لیکن این چی را نشان می‌دهد که یعنی در محیط این ناحیه افکار ملی حاکم است، سیاست دولتی جاری است و دستگیری سیاست دولتی و درست برآمدن سیاست دولتی در سطحی خیلی قابل توجه است. بنابراین من میخواستم که همه ما برای همین دو نشان دهنده، یعنی بلندترین نشان دهنده در بخش ذخیره فرهنگی و ذهنی ملی و پایینترین نشان دهنده در سطح گرایش‌های بیرون و بیگانه به رهبریت ناحیه، به مردم ناحیه، به تمام کسانی که در همین ساختن همین محیط سهم دارند تشکر خود را رسانیم.